اولی صحبت رو ما زنگای تلفنی نگرفتیم تا اینکه مسئله کمی یعنی روشن شود، معلوم شود. در این مدت شما هم فکر کنید که کدام طرف موضوع روشن نیست، یا برای اشکار شدن یا برای توضیح یا که برای معلومات ایلاوگی. ولی ما آماده هستیم که تلفن‌های شما رو بگیریم و بینندگان عزیز هم در این برنامه فعال باشند با سوالای خود و با فکر و اندیشه های خود. لبیک. سلام علیکم. و علیکم السلام. الو. و علیکم السلام. گوش میکنم برادر. حضرت یک سوال داشته. لبیک. مرحمت. حضرت سوال بود. حضرت مفتی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. کدام راه انسان نتواند صاحب اخلاق نشود حضرت؟ سلامت باشید. سلامت باشید. خدا خیر برکت ده. الو. موفق باشید. سوال معلوم است. سلامت باشید. پاسخ میگیم ان شاء الله. خب. و کدام راه؟ قبل از همه باید پدر و مادر ولو فرزند رو اگر 100 کتاب در آداب و اخلاق بدید مطالعه کنه، بعد نفری در روزن بعد فرزند رو بگید که برای پسرم بگو که پدرم نیست، این 100 کتاب خوندگیش یعنی چی شد بر هم خورد، هیچ تأثیری نمیکنه. به خاطری که فرزندان با آداب و اخلاق باشند باید پدر و مادر خود نمونه باشد. پدر و مادر باید خود نمونه باشد. تربیت فرزند بسیاری فکر میکنه که بس دشوار و مشکل هست، چنین نیست. وقتی که انسان خود پدر مادر نمونه باشد، فرزند به همون پدر مادر نگاه میکنه، نظر میکنه، زندگی میکنه و کامیاب یا ناکام میشود. همین است. لبیک. الو. لبیک. الو السلام علیکم. و علیکم السلام. مرکز اسلامی. لبیک. بله. ما این برنامه شما را تماشا کردیم، خیلی مینت‌داریم. یک سوال داشتیم. مرحمت. بعضی از این اویلوی جوان زندگیشون بین شهر و عروس نگذاشته، مثال یا مادر یا پدر سبب میشود که همون محکوم نمیشود، همون کلین فقط فرزند خطی مناسبتش خوب نمیشود، دیگر باید جدا شده. گفته همین مسئله در یک نوشری میانداخته، چیکار کنم در خود؟ خدا خیر برکت یاد، موفق باشید. سلامت باشید. سوال فهمو، سلامت باشید. خب پدر و مادر باید به اساس باید با کلین حالی که میاد تصور کنید که همون دختری خودش باشد، تصور کنید که همون دختری خودش هست، میرود خونه دیگری، با اون چی مناسبتی میکنن. عیناً همین مردمی ما مثال هست، میگه که قبل از اون که همون سوزن رو به بدن دیگر میزنی، در بدن خود یک بار بسنج که چقدر درد و علم یعنی سخت هست، پس در بدن دیگر بزن. وقتی که کلین میوید، کلینی که خونه شما میوید، اون پدر دارد، مادر دارد، اپا دارد، خواهر دارد، شاید یا قسمتی از این رو دارد یا ندارد. و هر حال یعنی اون پدر دختر جان میگو، مادر دختر فرزند جان میگو، جگرم میگو، جانم میگو، یا که خواهرش یا دادرش اپا جانم میگو. یعنی از چند طرف همون دوستان بعد اینجا میاید، بعد دیگر نمیدونم که خسر یک گنرال، مادر یک گنرال دیگر رو با چند گنرال های دیگری که پیش از او آمدگی هستن، اونا گنرال رو بعد اون رو یعنی چیکار کنن؟ یعنی اوزار و اذیت حرام است. باید اندیشه که مسلمان باید همیشه اندیشه کند که هر سخنی که میگویم، هر قدمی که میگذارم، پروردگارم نظارتم دارد، جواب میگویم. مدامی که همین فکر در ذهنی همه خسر و خشتامن و پدر عروس و مادر عروس و یعنی اهل و خانواده همه در فکرشون همین فکر باشد، همین مضمون در فکرشون باشد، هیچ وقت به هیچ کسی ظلم نمیکنن. یعنی پدر و مادر حالا اون زندگی دارد، فکر کنید که زندگی دختری خود رو، حالا متاسفانه بعضی از پدر و مادرها زندگی دخترهای خود رو یعنی چی میکنن؟ خراب میکنن، زندگیشون تلخ میکنن. زندگی هیچ کس، همون پدر و مادر یا همون خسر خشتامنی که کلین رو بدبینی میکنن، زندگیشون چگونه بود در سالهای اول زندگی، همون رو فکر کنن.
خوب می شود. بعضی از مشکلی هست اگر که یعنی اخلاقی نیک هم نداشته باشد باید تربیت کرد، نه اینکه ویران کرد. لبه. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله. یک سوال داشتم. مرحمت. کدام مومنان سبب تصوی اخلاق در جامعه می‌باشند؟ سلامت باشید. هوا تمام؟ تمام. خدا خیر برکت، موفق باشید. سلامت باشید. کدام کارهای سبب پسشوی اخلاق؟ پیش اگر خیلی کم بود ولو هزارها عامل‌های هست که سبب پسشوی اخلاق، ناکامشوی جوانان، ناکامشوی اویل‌ها می شود. سریع اهمیت نمیدن. همین تلی سریال هایی که هست، شبکه های اجتماعی، تمام نمود فسق و فجور و حرام و حرج، به ادبی و به اخلاقی و دیگر رو تبلیغ میکنن، تشویق میکنن. خدا نشان ندهد حتی به هم جنسگرایی و به دیگر خدا نشان ندهد. خدا رحم بخیرد. این همه یعنی خصلت ها و این همه عامل های بدبخت کننده ای مسلمان و جوانی مسلمان که باید که از این در حذر باشه. این یک طرفی مسئله. طرفی بعضی از پدرها یا اینکه عوض کننده ای از اونا اهل خانواده و فرزنده و به جوانو تلفن‌های نمیدونم که چند هزار سومون ها میخرن میدهن و دیگر نظارت نمیکنن که این جوان با کی مشغول است، با چی مشغول است، چی تماشا میکند. یک بار ببینید سحر از خواب خیستید فرزند چشماش ببینید خوب کرده است یا نیست، یا که چشم سبز شب در روز خوب کردگی نیست، خوب کردگی نیست، چی تماشا کرده است، نظارت کنید. اگر پیش تربیت کردن فرزند آسان‌تر بود، از 100 برابر مشکل‌تر و دشوار شدگی است. یا که تربیت جوانان، چقدر جوانای ما رو با همین گروه‌های افراطی، گروه‌های بدخو برای منفعت‌های اقتصادی و بیوپولیتیکی و یا سیاسی و دیگر غرض‌های شومشون دعوت نکردن، بردن به نام و نشان به واسطه همین وسایلی یا شبکه‌های خبری یا شبکه‌های اجتماعی. این خیلی عامل‌های زیادی هست که جوانای ما رو ناکام و بدبخت میکنن. باید که در برابر این شرایط فراهم کردید، نظارت رو زیاد کنید. تلفن خریدید دادید، دایم بچه هم به آبرو ما نکنید، در دنیا و آخرت خجالت هم نکن. باید پدر و مادر هر روز با فرزندان، چه پسر و خصوصا دختر، پیش از اون که درس می رود یا کار می رود بگید که بچه هم خجالت دنیا و آخرت هم مکن، احتیاط باش، آداب، اخلاق، عفت، پاکدامنیت، حیات همه اصول مستحکم باشد. در همین صورت ما کامیاب می شویم. عامل‌های به اخلاق کنی جوانان از حد و یعنی از حد و اندازه اش زیاد شدگی هست. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخش مستقیم است. دانشگاه اسلامی. بله. یعنی زن و مردی که یعنی خود حرمت نمیکنه، یعنی از نظر اسلام اما خودش میدونه از اسلام هم آگاه است، یعنی خودش حرمت نمیکنه. فرزند باید تنها در خونه میمونه، چی میشود وقتی بچه در وقت اخلاقی دیگه باید بشنه؟ بله باشه، جواب میگه فارس. خدا خیر برکت. پاسخ میدیم. معامله زن و شوهری، معامله در اسلام این معامله رو یا این علاقه و این مناسبت رو مناسبتی گذشت میگویم یا علاقه گذشت کردن که ما در این موضوع خیلی یک برنامه به تفصیل با وجودی همین باز خیلی سوال ها زیاد هست، سوال ها زیاد آمدگی هست. یعنی این معامله و مناسبتی چیز از نظر اسلام باید حتمی گذشت کنند. باید که وقتی که فرزند اولا اصلا ازدواج به خاطر فرزند است، به نیت فرزند باید مسلمان ازدواج کنند. فرزند که آمد باید پدر و مادر در فکری یعنی وظیفه و مسئولیتی سنگین ترین و اول ترین و مهم ترین این تربیت فرزند است. باید که در یک جایگی فرزند رو تربیت کنند و پدر خصوصا مادر، که مادر یعنی حالا که این زن مادر شد فرزنددار شد باید دیگر خود رو فراموش کند، در کامیابی فرزند باشد که چیکار کند این فرزند رو کامیاب و موفق کند در زندگی. یعنی این معامله
معامله و مناسبت طرفین است، دو طرف است، یک طرف نیست. حیات شریکی، زندگی شریکی هست. زندگی شریکی که هست و هر کاری که در اون شریکی هست، در اون دشواری هست، این دشواری رو باید که هر دو طرف به نظر بگیرن. برای چی؟ برای که مشکل است، دشوار است، پیچیده های زیادی داره. لیکن مهم اساس در زندگی تمام مرد از زن دو چیز میخواهد و زن از شوهر یک چیز میخواهد. اگر این دو چیز از طرف زن داده شود به مرد و یک چیز از طرف شوهر داده شود به زن، زندگی عالم گلستان و هم زن شوهر کامیاب، پدر و مادر کامیاب و هم فرزندان همه کامیاب میشن. اکثریت کل فرزندان ناکام در نتیجه معامله بدی پدر و مادر است. شوهر چی میخواهد؟ احترام میخواهد و چیز؟ اهمیت. به سر لباسش اهمیت بده، به خوراکش اهمیت بده، به چیزهای خریدگیش اهمیت بده، به خانه و در اهمیت بده. احترامش که به احترامی نکن. به احترامی کردی زندگی به برکت میشد. تمام معامله ها، از معامله زن و شوهری تو عقدداری تو همکاری تو تجارت تو همسایگی تو تمام مناسبت خویش تواری و دوستی و دیگر، تمام معامله ها در اساس احترام دوام می‌یابند. احترام از بین رفت، مناسبت معامله از بین میرود، خویش تواری از بین میرود، دوستی از بین میرود. همین دوستی که با هم دوست هستند 10 سال 20 سال 50 سال دوام میکنند، در نتیجه همون احترامی که از بین این طرفین دوستی دوام میکند. اگر احترام نباشد دوستی از بین میرود. مسئله دوم، شوهر باید همسر خود را باید دوست بدارد. زن از شوهر فقط یک چیز میخواهد، مهر، محبت. همیشه باید که شوهر اگر دوست هم ندارد باید بگوید که دوستت میدارم. این واجبات دینی هر جوان یا که هر مردی مسلمان است که باید همیشه به همسرش یا زنش بگوید که زنک جان دوستت میدارم. زن و شوهر یا اینکه مرد و زن در زندگی کامیاب و هم در تربیت فرزندان کامیاب و همه فرزندان یعنی با عزت و با احترام با یک افتخار زندگی میکنند که پدر و مادر ما همدیگر رو احترام و دوست میدارند و این باعث افتخاری ما است. الله باید. الو سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از یک سوال داشتیم خواستیم این از شما بپرسیم. مرحبا. معامله استاد با شاگرد از نگاه اسلام باید چگونه باشد؟ اگر سلامت باشید، خدا خیر برکت. سوال فهم است. دیگر سوال نیست؟ نه حضرت. سلامت باشید، خدا خیر برکت. سلامت باشید. معامله شاگرد با استاد و استاد با شاگرد و اینجا هم دو طرف است و این احترام شاگرد هم از معامله استاد وابستگی دارد. ولی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگویند که کونوا معلمین ولا تکونوا معنفین. شما معلم های با آداب با اخلاق و شاگرد رو همچون فرزند خود بدانید. نسبت شاگرد همچون یعنی فرزند خود مناسبت و معامله و خیرخواه باشید، همچنان که برای فرزندان خود خیرخواهید میخواهید که فرزند عالم شود، دانشمند شود، متخصصی ورزیده ساحه همون یعنی که همونی که دست میدید متخصصی ورزیده همون ساحه شود فرزنده. شاگردان رو هم همون فکر فرزندان خود رو داشته باشید. در همین صورت همون استاد محترم و بالای چشم دیده زندگی میکند. اما استادی که حقارت چی باشد، دشنام چی باشد، شاگردان را تحقیر کند، شاگردان را دشنام بدهد و در نزد شاگردان اون سخنهای زشت و تحقیرآمیز و یعنی پست و رذیل و دیگر بگوید، خود طبیعی است که دیگر چه پدر باشد چه استاد باشد حرمتش نمیکنم. طبیعی است، واقعیت است، ما خب قبولش کنیم خود نکنیم. و خاطری که استاد را شاگرد احترام کند باید استاد خود رو احترام کند. باید استاد به قدر خود برسد که من کی هستم. همیشه ولی که استاد معلم تعلیم دهنده باید معلمی نمونوی باشد.
چی در پیش شاگردان چی در تنهایی. حالا شاگردان هم که باشن وقتی که از استاد مهربانی و تعلیم و آداب و اخلاق و رفتار و گفتار نیک که میبینن، حتی از پدر بالاتر بالای چشم دیده میبردارن استادان رو. یعنی خیلی احترام شاگردا اکثرا وابستگی دارد به خود استاد، چی رفتاری دارد، چی معامله دارد، چی مناسبتی دارد، چی گفتاری دارد. برای همین باید که استاد نمونوی باشد تا اینکه شاگردان پیروی از اون کنند. چرا پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم تاکید میکند که شما استاد نمونوی باشید، بدگو نباشید، بد اخلاق نباشید، آداب و اخلاقی والو داشته باشید، چون که این همه شاگردان رو تباه نکنید. شاگردان همه تباه میشوند، شاگردان همه دیدو سرسون و سرگردان میشوند، شاگردان همه بیهوده کار. در گذشته مثال میوردن استاد رو با یک چیز، مرغی که اون تخمه رو خوب حمایه نمیکند، چوجه نمیبرارد، لق میشوند، یعنی از او هیچ چیز، یعنی هیچ حاصلی نمیدهد، اون تخمه همه فساد میشوند. استاد رو به همون مانند میدادن، یعنی این مثالی عمومی بین مردم است. میگن لق کرده است، همه تخمه رو لق کرده است. یعنی استادی که آداب اخلاقی نیک ندارد، شاگردان رو همه رو نکام میکند، پس میگفتن که همه این تخمه رو لق کرده است، یعنی شاگردانش رو همه رو نکام کرده است، بدبخت کرده است. برای چی؟ به خاطر اینکه مهربان همچون مثل فرزندی خود مهربان نبوده است نسبتی شاگردان. و شاگردان باید استاد رو چه استادی تمام فن، معلم هایی که فعلا درس میگویند، و یکون فنی نداریم که در زندگی ضرورت نداشته باشیم، و یکون این فنها از اون متن حدیث خارج نیستند که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمتین. طلب کردن علم فرض است بر هر فردی مسلمان. حالا این فرض رو کی ادا میکند؟ معلم. باید معلم رو احترام کنیم. میگن که در نمکدان هیچ کسی توف نکن. از جایی که نان و نمک خوردی در نمکدانش توف مکن، اون رو قدر کن. شما نمیتونید از قصه ها و آداب و اخلاق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در اثر و تاریخش آمدگی است که حتی پایش رو طرف خانه استادش دراز نمیکرد، چون که استاد است در اونجا. و در یک روایتی صحت بدن نبودنش حالا نمیدونم تا چی اندازه، به هر حال میگویند که در یک حلقه شاگردانی در یک صحنه صرفه بدن درس میگفتن شاگردان رو، هر وقت یک اظهاری احترام میکردن هنگام درس. شاگردان حیران موندن، گفتن که چرا چنین میکند؟ گاه میبینید که یک اظهاری محبت یا اظهاری احترام. گفتن که استاد هنگام درس شما یک کارایی رو انجام دادید که دایم انجام نمیداد. چی بود؟ او که فرزندی استادم در بازی بود، هر وقتی که دبا توز میکرد و من نزدیک میشد، یعنی من چیکار میکردم؟ اظهاری احترام میکردم. ما فرزندانی چنین شخصیت های بزرگی اسلام و انسانیت و بشریت هستیم، استادای انسانیت و بشریت هستیم، فرزندان اینا هستیم. باید که نمونه باشیم، باید که خب دیگر حداقل اونا رو هم فکر نکنیم، خود رو فکر کنیم که چگونه کامیاب میشویم. باید همیشه با اندیشه و دوراندیشی انسان رو به سعادت، نیکبختی و بخشی میرساند. دوراندیشی، خیرخواهی. امام ابو حنیفه رو یعنی احترام کردن، ضرر دیدن. 1300 چند سال است که اکثریت کلی علم اسلام پیروی از فکر اندیشه های امام ابو حنیفه میکنن. خب من یک نقطه دیگر اینجا، حالا وقتی که ما میگوییم که پیروی از مذهب امام ابو حنیفه میکنیم، این معنی رو ندارد که امام ابو حنیفه از پیش خود کدام عبادتی را به ما امر کرده. قطعاً چنین نیست. یعنی ما چی؟ پیروی از این مذهب میکنیم به خاطر چی؟ ما پیروی از فکر اندیشه سالم، درک و فهم سالمی گفته های خدا و رسول خدا ما پیروی میکنیم. تکرارم شود، ما پیروی از گفته های خدا و رسول خدا با فکر و اندیشه های سالم و درک و فهم سالم
پیروی میکنیم. ما از ابو حنیفه یا اینکه از کدام عبادت امام ابو حنیفه عبادت امام ابو حنیفه ما پیروی نمیکنیم. این رو باید خوب بینندگان عزیز در ذهن داشته باشند. حالا بعضی میگن که ما از گفته‌های خدا و رسول خدا پیروی میکنیم، شما از امام ابو حنیفه پیروی میکنید. همینایی که تندرو از گروه‌های تندروی که هستند میگویند که ما از گفته‌های خدا و رسول خدا یعنی پیروی میکنیم، در کفهمی کی؟ در کفهمی 1000 سال بعدی رسول خدا، یا که در کفهمی خیر القرونی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما همون عصر زمانی که بهترین عصر زمانی که با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در کفهمی که درک کردن، فهمیدن، شاگردای صحابه ها را دیدن، از صحابه ها پرسیدن، موضوع را خوب برایشان تحلیل و تشخیص و بررسی و آشکار و روشن کردن، درک و فهمی درست کردند و پیشنهاد کردند. ما از آنمون درک و فهمی، یعنی گفته های خدا و رسول خدا با درک و فهمی درست، درک و فهمی تندگرایی و تنگگرایی، دایره خوردی بدبینی و از اینو نی. بینندگانی عزیز گرامی، من همچون رئیس شورای علما از همه جوانان خواهش میکنم که ببینید هر انسانی که به نام عالم و به نام داعی و به نام یعنی تبلیغگر و دعوتگری که در گفته‌هایش خشونت و در قلبش هیچ رحمی نیست، از اونو تقوا و پرهیزگاری کنید که دنیا و آخرت میدهند. دین مبین اسلام دین رحمت، دین شفقت، دین محبت، دین احترام، دین قدردانی، دین رحم حتی به حیوان، بلکه انسان بجو یا که مسلمان بجو، یعنی حتی رحم به حیوان. ببینید و حدیث صحیح مشهوری که همه میدونن که سحرای سگی از تشنگی زبانش بیرون قریب که هلاک میشد، یک مسلمان فاجر و فاسق و ظالمی رحم به همون سگ کردید که از تشنگی هلاک میشود، رفت با کفشش آب آورد در پیش جوان اون سگ گذاشت، اون سگ از اون آب لقید و نجات یافت. پروردگار الله سبحانه و تعالی به حبیبش وحی فرستاد و گفت که فلان بنده من مؤمن، یعنی مسلمانی فاسقی فاجری دیگر عاصی و گناهکاری که رحم به اون سگ تمام گناهش رو بخشیدم. رحم به کی کرد؟ به یک حیوانی بی‌زبان. وقتی که ما میگوییم که پیروی از مذهب، پیروی از گفته‌های خدا و رسول خدا با درک و فهمی صحیح و درست و درک و فهمی همون عصری، یعنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، که اونا بهتر و خوبتر و افضلتر فهمیدند و درک کردند و فکر پیشنهاد کردند. ما گفته‌های خدا و رسول خدا را پیروی میکنیم با درک و فهمی درست، نه با درک و فهمی تنگ و تند و تیز و بدگویی و بدخواهی. و البته وقتی ما هم وقتی که برای برنامه جدا کرده بودیم و پایان رسید، از خداوند عز و جل برای همه اونو برادرانی که و خواهرانی که سوال کردن، فعال بودن و اینجا خیلی سوال‌های زیاد هم تقریبا 11 سوال دیگر هم ماندگی هست بی جواب و انشاءالله با امید پروردگار در آینده و این سوال‌ها هم پاسخ میدهیم و برای همه بینندگان خصوصا فعالان این برنامه از پروردگار خیر و برکت و عزت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت را تمنا و التجا میکنم و از پروردگار همون آداب و اخلاق والای اسلامی و انسانی را تمنا میکنم که سبب عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرتی همه ما و شما باشد. سوال رو هم بگیریم. خب دیران نکردیم قطع شد. تو برنامه دیگه در حفظ حمایه و پناه پروردگار باشید. الله سبحانه و تعالی همیشه شما رو با نظر خیر و برکت، نظر رحمتش نظر کند.
خیر دنیا و آخرت نصیبتان بگرداند. موفق و کامیاب و سربلند باشید.